22 اکتبر سال 2001 یه بازی به نام GTA Grand Theft Auto که خیلی همون به بازی GTA 3 میشناسیمش عرضه شد و یه انقلابی رو توی صنعت بازی سازی برپا کرد. سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. بچه تو این ویدیو قصد دارم که داستان بازی GTA 3 رو به صورت کامل بهتون بگم، پس حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست دارید از این جور محتوا بیشتر ببینید حتما از پایین صفحه کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید و اگه نظر سوالی دارید حتما توی بخش کامنت ها بهم بگید. خستتون نمی‌کنم، بزنید بریم سراغ داستان بازی GTA 3. داستان بازی توی شهری به نام لیبرتی سیتی آغاز میشه وقتی که کلود اسپید، شخصیت اصلی این بازی، با کاتالینا دوست دخترش دست به سرقت از بانک میزنن و در حال فرارن. کاتالینا به اون خیانت میکنه، با یه تیر اونو نقشه بر زمین میکنه. بعد از چند سال کلود وقتی که با 2 زندان دیگه که یکی از زندانی‌ها دوست صمیمی کلود به نام ایتبال، وقتی که در حال اسکورت به زندان دیگه هستن، افراد کلمبیایی به کمک یکی از زندانی‌ها میان و اونا رو آزاد میکنن و از خوششانسی کلود و دوستش اونا هم فرار میکنن و به اولین جایی که میرن پیش یکی از خطرناکترین و بانفوذترین قاچاقچی شهر لیبرتی سیتی به نام لویجی گاترالی. توی مرحله اول لویجی کلود رو به دنبال دختر کلوپش میفرسته و به اون میگه اونا هر جایی که خواستن برسونشون و از اونا محافظت کن. اگه بخوام کوتاه بهتون بگم، کلود شده بود محافظ و راننده دختر کلوپ لویجی گاترالی. در ادامه کلود برای اشخاص زیادی مثل تونی سپرینی، جوی لیونه و سارواتور لیونه کار میکنه، اما اوضاع خوب پیش نمیره و اونا قصد جون کلودو میکنه. اما بعد از به پایان رسوندن چند تا مأموریت برای سارواتور لیونه، سارواتور با کلود خیلی حال میکنه، اونو یه جوری پسر خودش میدونه. سالواتور از کلود میخواد که به عنوان آخرین مأموریت یه جنازی رو توی یه ماشینی پیدا کنه و اونو از بین ببره. اما بعد از به پایان رسوندن آخرین مأموریت برای سالواتور لیونه، ماریا لاتور، زن جوان سالواتور، میخواد کلودو ببینه و با اون ملاقات کنه. اما به چه دلیلی ماریا میخواد آدمی مثل کلودو ملاقات کنه؟ وقتی که کلود به ملاقات ماریا میره، ماریا تمام نقشه برای سرنگونی کلودو که از طرف سالواتور لیونه دستور داده شده رو به اون میگه و به همین دلیلم کلود از راه دریا فرار میکنه و به ملاقات ماریا و دوست ژاپنیش آسوکا میره. آسوکا کاسن دوست ماریا عضوی از خانواده یاکوزا هستش و قدرت خیلی زیادی داره. آسوکا به کلود و ماریا کمک میکنه تا از جزیره پورتلند فرار کنن و به جزیره استمپتون برن. بعد از سکونت کلود در خونه یاکوزا، آسوکا کازن برای اعتماد به کلود به اون میگه که اگه میخوای بهت اعتماد کنم باید سالواتور لیونه رو بکشی. کلود هم قبول میکنه و سالواتور لیونه رو در حینی که داشته میرفته به کلوب لویجی میکشه. با این کار کلود توجه رهبر دوم یاکوزا رو به خودش جلب میکنه. به همین دلیل آسوکا کلود رو با داداشش کنجی کاسن آشنا میکنه. اینجا به بعد کلود باید چند تا مأموریت رو برای آسوکا انجام بده. این مأموریت ها شامل کشتن خبرنگارا و جاسوسایی میشه که دست و بال یاکوزا رو بستن. توی یکی از این مأموریت ها کلود با یه افسر پلیس به نام رین ماچوفسکی آشنا میشه که با در نظر گرفتن چند تا مأموریت برای کلود میتونه با انجام دادن این مأموریت ها پول خوبی به جیب بزنه. با راضی کردن آسوکا، کلود از اینجا به بعد باید برای کنجی کار کنه. برای شروع کار کنجی به کلود دستور میده تا یکی از اعضای یاکوزا رو از زندان آزاد کنه و توی دلیوری ماشینای سرقتی یاکوزا به اونا کمک کنه. توی همین حین درگیری کارتر کلمبیایی با یاکوزا بیشتر میشه. ظاهرا کارتر کلمبیایی به دلیل فروش مواد مخدر اسپنگ توی لیبرتی سیتی قدرت زیادی رو به دست آوردن و اصلا یاکوزا رو به رسمیت نمیشناسن.
افسر پلیس ریماچوفسکی هم که باید یادتون بیاد. با در نظر گرفتن چند تا مأموریت دیگه برای کلود باز میتونه پول خوبی به جیب بزنه. اگرم بخوام در مورد این مأموریت ها باهاتون حرف بزنم بهتره که حرف نزنم، چون که سر ته این مأموریت ها معلوم نیست. توی یکی از این مأموریت ها کلود با شخصی سرمایه‌گذار به نام دونالد لاف که توی کار خرید و فروش املاک آشنا میشه. دونالد لاف به کلود دستور مرگ کنجی رو میده، چون که با اختلاف کارتل‌های کلمبیایی و یاکوزا قیمت مسکن شدیداً پایین میاد و اون میتونه خونه‌های زیادی رو با قیمت کم خریداری کنه. کلود با ماشین کارتل‌های کلمبیایی جوری کنجی رو میکشه که همه فکر کنن اون توسط کلمبیایی کشته شده. توی یکی از این مأموریت‌ها کار کلود جابجایی و دریافت مواد مخدره که به همین دلیل با کلمبیایی‌ها درگیر میشه. این درگیری‌ها باعث میشه که کلود به یه ساختمون نیمه کاره بره و یهو کاتالینا دوست دختر سابقشو میگل شریکشو میبینه. این وسط یهو سر و کلی آسوکام پیدا میشه و با کاتالینا با شلیک کردن به میگل فرار میکنه. آسوکام که فکر میکنه قاتل برادرش کنجی میگل هست با خیال راحت میگل رو شکنجه میکنه. پس از انجام دادن چند تا مأموریت دیگه برای دونالد لاف به دفتر اون برمیگرده و میبینه اصلا دونالد داخل دفترش نیست و انگار آب شده رفته زیر زمین. برای همین میره پیش آسوکا، اما آسوکا هم نتونسته اون چیزی که میخواستن و از میگل اعتراف بگیره. در حالی که کلود در حال انجام دادن دستورات آسوکا است، وقتی که برمیگرده با جنازه آسوکا میگل به اضافه یه نامه رو که اون نامه از طرف کاتالینا و توش نوشته شده که بابت آزاد کردن ماریا $500,000 پول میخواد و کلود هم قبول میکنه. با $500,000 به کاخ کاتالینا میره. وقتی کلود به کاخ میرسه اونجا پولو به کاتالینا میده و با پررویی کاتالینا به کلود میگه فقط و فقط کلود به خاطر من اومد و میخواد منو برگردونه. انگار کاتالینا اصلا جون کلود براش مهم نیست و به افرادش میگه که کلودو بکشین. اما کلود با زرنگی سوار یکی از ماشینا میشه و فرار میکنه. از اینجای بازی کلود به تنهایی اعضای کارتل کلمبیایی رو میکشه و ماریا رو هم آزاد میکنه و در حالی که کاتالینا سوار هلیکوپتره توسط کلود با RPG کشته میشه. از اینجا به بعد بازی فقط کلود و ماریا میمونن. ماریا هم که همش حرف میزنه، کلود اونو ساکت میکنه، اما برای همیشه. بچه ها اینم از این ویدیو. ممنونم که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما این ویدیو رو لایک کنید و اگر از این جور محتوا بیشتر دوست دارید ببینید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.